از قسمی که خودتان میفهمین جنگل سکاوت یک تولز بسیار خوب به خاطر پروداکت هانتینگ در بخش هولسیل و پرایوت لیبل در بخش امازون است و پیش از هلیمتنی تولز آماده و ما درس اول ریکارد کرده بودم. فعلا میخوایم که درس دوم همراه شما ما شریک بسازم. دوستایی که تا حال چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نکردن، شما میتونید که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین تا بیشترین انفارمیشن در رابطه با کورس های تجارت آنلاین یک چیزی بیاموزیم و یاد بگیریم. دوستای عزیز، میریم به طرف سکرین و شما ما نشان میدم که چگونه ما از فیچرهای جنگل سکاوت استفاده کرده میتونیم. میریم به طرف سکرین، همراه ما باشید. خب دوستای عزیز، در اینجا ما جنگل سکاوت را تیار لاگین کردیم. ما شما امروز در رابطه با پروداکت ریسرچ البته جنگل سکاوت ما شما گفته بودیم که یکیش وب است، دیگهش میباشه کروم اکسینیشن. ما در وب هستیم تاوری، ما در بخش وب جنگل سکاوت صحبت میکنیم. در وب جنگل سکاوت ما یک آپشن داریم به نام پروداکت ریسرچ و در پروداکت ریسرچ هم پروداکت دیتابیس هستند. ما امروز در رابطه با پروداکت دیتابیس صحبت میکنیم که پروداکت دیتابیس کدام کارها را به ما شما انجام میده. در اینجا در پروداکت دیتابیس که ما شما میایین دوستان عزیز، اولین آپشنی را که در اینجا ما شما دیده میتونیم او هست کنتریز. در اینجا در هر مارکت پلیسی که شما میخواین کار بکنین، پروداکت هانتینگ بکنین، پروداکت ریسرچ بکنین، شما همون مارکت پلیس در اینجا به خود انتخاب کنه میتونین. کانادا، یونایتد استیت، مکزیکو، اسپین، یونایتد کینگدم، هر کنتری که دلخواه خودتان است و در اون مارکت شما کار میکنید. فعلا ما شما زیادتر کسایی که امازون میکنن آنها در مارکت پلیس یونایتد استیت میباشن، ما هم یونایتد استیت سلیکت میکنن. در اینجا آپشن دومی که ما شما میبینیم در اینجا نوشته است select one or multiple categories، یعنی در اینجا در هر کاتگوری که شما میخواین با خود پروداکت هانتینگ بکنین یا برند هانتینگ بکنین به خاطر هولسیل، شما در اینجا کاتگوری ها را سلیکت کرده میتونین. شما تمام کاتگوری ها را سلیکت کرده میتونین. در اینجا نوشته است select all و شما میتونین که منوال هر کاتگوری که شما دلخواه خودتان است در اون کاتگوری هم شما کار بکنین. مثلا گروسریز از، کمیونیکیشن از، سپورتس آوتدور از، در بیتس است، در هر کاتگوری که خودتان میخواین میتونین که از اینجا یک کاتگوری را انتخاب بکنین و پیش برین. خب دوستان عزیز، بعد از اینکه مثلا ما در اینجا کاتگوری خود را سلیکت کردیم، مثلا من توایس سپورتس و کمیونیکیشن انتخاب میکنم، بعد از او ما پروداکت تایتل داریم. در اینجا دو آپشن میباشه، یکیش که از اوور سایز است، دیگهش استاندارد میباشه. همیشه کوشش ما شمایی میباشه که به خاطر امازون که ما کدام پروداکت را انتخاب میکنیم او استاندارد باشه. در اینجا شما میتونید که استاندارد آپشن را سلیکت بکنید و دوستایی که میخواین که اوورسایز پروداکت را با فروش برسانن آنها میتونن که از اوورسایز آپشن استفاده بکنن. دیگه آپشنی که در اینجا ما شما داریم سیلر تایپ هسته. سه بخش داریم در اینجا، امازون میباشه، FBA و FBM. دوستان عزیز، از این سه بخش که ما کدامش انتخاب میکنیم او میباشه FBA. وقتی که ما نان رزیدنت هستیم و در کشور دوم ششتیم، با ما شما که از بهترین آپشن او FBA میباشه، فولفیلمنت با امازون. فقط کار ما شمایی میباشه که جنس پیدا میکنیم، همراه سپلایر صحبت میکنیم، در جنس کاستومایزیشن میاریم، جنس به انبارها یا بیرهاوس های امازون روان میکنیم. کار ما شما در اینجا خلاص میشه و فقط منیج کردن اکاونت ما شما یا پرایس ما شما میباشه یا لیستینگ ما شما میباشه. دیگه تمام کارهایی که در اینجا میباشه امازون خودش پیش میبره.
دیگه فیلترها که در اینجا ما داریم او هست های دیماند، لو کمپیتیشن، پول پرودکت و گود آر. در اینجا هم شما میتونید که از این آپشن ها هم استفاده بکنید. دیگه آپشن ضروری که در اینجا هست اون پرایس هسته. ما که یک پرودکت با خود انتخاب میکنیم، هر کس کرایتریای خود داره. یا هم در جایی که شما درس خواندین، از کدام استادی که درس خواندین، آنها حتما کرایتریا را همراه شما شریک ساختن و خودتان میتونید که یک کرایتریا بسیار عالی را به ذهنتان سیت بکنین و در اینجا پورت کنین. همون قسم پرودکت ها را با شما سرچ میکنن. مثلا پرایس ما شما انتخاب میکنیم از 20، مینیممش 20 انتخاب میکنیم، مکسیممش ما شما 60 انتخاب میکنیم. در اینجا آپشن دیگه ای که با شما داریم ریویوز می باشه. ریویوز هم با شما 50 انتخاب میکنیم. در اینجا آپشن دیگه ای که ما شما داریم ستار ریتینگ است. ستار ریتینگ ما 3.5 میگیره، 3.5. باز هم یادآوری میکنم که هر کس کرایتریای خود داره. شما میتونید که با کرایتریای خودتان در اینجا پرودکت سرچ بکنین. فقط با یک مثال و یک راهنمایی به شما دارم. خودتان میتونید که با کرایتریای خودتان پیش برید. در اینجا آپشن دیگه داریم ما شما نت ریوینیو و در اینجا پایین شما ببینید ریوینیو. آپشن ریوینیو و نت ریوینیو که از فرق داره دوستان عزیز. در نت ریوینیو که از مثلا در اونجا فولفیلمنت کاست، امازون، رفرنس کاست، همه چیز امازون اونجا صفر میشه و تنها همون نت پروفیتی که همون پروفیت خالصی که ما شما میکنیم او را ما شما نشان میده. و در اینجا ما شما بتانیم که نت ریوینیو یا هم از ریوینیو یک آپشن انتخاب بکنیم. و در اینجا یک آپشن دیگه ما شما که داریم او یونیت سولد هسته. در یونیت سولد وقتی که دوستان عزیز دو آپشن ها نت ریوینیو و ریوینیو از این ببخشید نت ریوینیو یا یونیت سولد، از این دو آپشن ها ما یکش انتخاب میکنیم. با خاطر از که وقتی که ما شما اینجا پرایس انتخاب میکنیم و در اینجا یونیت سولد مثلا 600 بتیم و ریوینیوی از او جدا باشه، یک کمی متفاوت می باشه. با خاطر از این وقتی که ما نیو سیلر می باشیم یا هم تو ریوینیو رو انتخاب بکنی یا یونیت سولد، از این دو آپشن ها یک آپشن شما انتخاب بکنی. و BSR که از BSR هم شما میتونید که وقتی که در بخش هولسیل شما پروداکت هانتینگ میکنین، اینجا آپشن BSR هم شما پورت کرده میتونید و بیت هستن وزنش هم شما انتخاب کرده میتونید در اینجا. و سیلری که مثلا در بخش هولسیل اگر میخواین پروداکت هانتینگ بکنین، در اینجا سیلر شما انتخاب میکنین از 4 مکسیممش اگر میخواین که کمی کامپیتیشن اضافه دار باشن، در اینجا 15 20 تا 30 هم شما انتخاب کرده میتونید. استرینگ کوالیتی AQS این درست هستن. مثلا ما نت ریوینیو نمیتونم، یونیت سولد نمیتونم، تنها ریوینیو رو من انتخاب میکنم. ریوینیو رو انتخاب میکنم من. در اینجا پایین آپشن دیگه که ما شما داریم، مثلا در یک بخش شما کدام کیوردز دارین، شما میتونید که دایرکت همون کیوردز رو در اینجا پورت بکنین. در اینکلود کیوردز با شما همون را سرچ میکنه. من اکسکلود تاپ برند انتخاب میکنم در اینجا دوستان و اکسکلود unavailable products انتخاب میکنم. و در اینجا ما شما آپشن سرچ داریم، اینجا سرچ میکنیم و ما شما با کدام کرایتریا که ما پروداکت میخوایم در اینجا سرچ میکنه. شما میبینید در اینجا که تا 50 صفحه و ما شما پروداکت ها را در اینجا هند کرد، سرچ کرد. و در اینجا شما دوستان عزیز میتونید که هر پروداکتی را که شما میخواین در رابطه با او ریسرچ بکنین، دایرکت در اینجا ویو آن امازون میکنین، ما شما را میبره به صفحه ویو آن امازون یا به صفحه بایر اکاونت. در اونجا با شما دقیق پروداکت ریسرچ میکنیم. بعد از اون ما تصمیم خود را
در رابطه با مون پرودکت میگیریم. و در اینجا شما برند دیده میتونین، نام برند انتخاب کرده میتونین، کاتگوریز هست، بیست سلر رنک از یونیت سولد هست، ریوینیو هست، پرایس هست، ریویوز هست، سیلرز هست که در امی پرودکتی که در اینجا به ما شما سرچ شدن چقدر ریتینگ دارن، چقدر سیلر دارن، چقدر ریویو دارن، لیستینگ کوالیتی چقدر هستن، دیت فرست اویلیبل، دیمنشن شما نشان میدن. یعنی ما شما میتونیم که بیشترین و بهترین معلومات از طریق که جنگل سکاوت به خود بگیریم. دوستایی که میخواین پرایوت لیبل انجام بدن یا هولسیل انجام بدن، کوشش بکنین که از این تولز حتما استفاده بکنین. بدون تولز ما شما ناکام هستیم. بدون تولز ما شما باید کار را انجام بدیم. ای بود درس دوم جنگل سکاوت. دوستای عزیز، اگر درس ها خوشتان آمده و میخواهید که همین قسم بیشترین درس ها را در بخش تجارت آنلاین به شما ارائه بکنم، مرا حمایت بکنید، سابسکرایب بکنید و السلام علیکم و رحمت الله و